باز وقتی که روزه میگیرید مانند آدمان دورویه رویتان را جدی وانمود نکنید، زیرا دورویه ها نمود ظاهریشان را غمزده نشان میدهند تا دیگران بینند که آنها روزدار هستند. براستی به شما میگویم که آنها الکی مکافات خود را گرفتند. لیکن وقتی که شما روزه میگیرید دست رویتان را شسته مویهایتان را شانه کنید تا بغیر از پدرتان که نانمایان است دیگر هیچ کس روزه گرفتن شما را نفهمد. آنگاه پدرتان که نهان بین است به شما مکافات خواهد داد. در زمین برای خود بایگری جمع نکنید که در اینجا کویه و زنگ میزند و دزدان در آمده آن را می دزدند. برعکس در آسمان بایگری جمع کنید، چنین بایگری را کویه و زنگ نمی زند و دزدان در آمده آن را نمی دزدند. زیرا هر جایی که بایگری دارید فکر و خیال شما نیز در آنجا خواهد بود. چشم چراغ بدن است. پس اگر چشمتان سالم باشد تمام بدنتان را روشنی پر می کند. اما اگر چشمتان سالم نباشد تمام بدنتان را تاریکی پر می کند. در این صورت اگر روشنی در درون شما در اصل تاریکی باشد پس آن چه خیل تاریکی ظلمات است. هیچ کس به دو خواجه خدمت کردن نمی تواند، چونکه یکی اش را دوست می دارد و دیگرش را بد می بیند، یا به یکی وفادار می ماند و دیگرش را پسند نمی کند. شما نیز نمی توانید هم بنده خدا باشید و هم بنده پول.